نوشتم نامه در نیک نامی که خسرو آفرین کرد و نظامی. کلید مخزن الاسرار با اوست، فروغ مطلع اسرار با اوست، انوار با اوست. گلستان است در وی بوستان ها، در اخلاقی هزاران داستان ها. شعر این از آغاز داستانی صفات العاشقین که است بعد این فیلمی در روی خط غزلات خواهدش کجا فرق این خوشبوی در تمام روز این قطعه هست رسید از دست محبوب به دستم این خوشبوی در تمام روز رسید از دست محبوب به دستم. این رو بین A, B از کفر عمل شده را دارم A, B اگر غزل باشد A, A, B, A, V, A, G, A این خیلی از کفر عمل دارد این اول آمد B آمد رسید از دست محبوبی به دستم بعد رو گفتن که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم انا که بو B بشیدم A, B, V, B انا خیلی بیاید برای فهمیدن همین چیز شما مراجعه کنید رو بکنید همین نقل ادبی از غزل از گلیستان غزل نیست همش ای ساربان آهیستران ای ساربان آهیستران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشه دور از او در استخوانم می رود. با این همه بیداد او و از عهد بی بنیاد او در سینه دارم یاد او تا بر زبانم می رود. با این همه تا بر زبانم می رود. محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان که از عشق جان سروی روان کارام جانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا، طاقت نمی آرم جفا کار از فغانم می رود. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گویم رو زنده رو سلطان قلب خویش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاکی آن درم، با بزرگان پارسایی خوش نمی آید مرا. گویم در آب آرز عکس رویت را نما، گفت هر دم خودنمایی خوش نمی آید مرا. از اثرهای نثری از ابو عبدالله رودکی قصیده مادر مای، قصیده نظم که در شکل نثر خواندگی شکایت از پیری، سیمبونامه، کلیله و دیمنه از ابو عبدالله رودکی مطالعه نمودم. از عنصر مالی کیکاووس قابوسنامه را مطالعه نمودم و دیگر اثر محیط اعظم اساس گیریم اثری تربیوی می باشد و اساس بابهایی که اول مشکل است در باره نای روباب، چنگ روباب، مای همین چیزا بسیارتر چی کردگی گفتگی. دوستان بیرون برای مستر
دادم خواننده